کراشم پیام داد Are you zombieing me؟ منم گفتم زامبی خودتی نکبت. منظورشون زامبی نیستش. منظورش اینه که این طرف قبلا شما گوستش کردی، الان دوباره سر کلت پیدا شده. اینا اصطلاح مربوط به رابطه است که بیشتر تو فضای مجازی استفاده میشه. مثلا گوستینگ یعنی بدون دلیل و توضیح یهو غیبش میزنه طرف. یا برید کرامینگ وقتی که طرف گاهن هر چند وقت یه بار مسیج میده ولی رابطه هیچ پیشرفتی نمیکنه. برید کرامینگ. یا مثلا اوربیتینگ وقتی که طرف جواب مسیجاتو نمیده ولی از اونور استوریاتو لایک میکنه. اصطلاح بعدی love bombing وقتی که طرف یهو اول رابطه انقدر به توجه میکنه که وابستت کنه بعدش کلا ولت میکنه به امان خدا. اصطلاح بعدی بنچینگ یعنی همون نیمکت ذخیره میذارتش توی آپشناش برای روز مبادا. اصطلاح بعدی که به شما گفتن زامبینگ یعنی شما یه مدت گستش کردی الان یهو سر کلت مثل یه زامبی پیدا شده. اصطلاح آخر پاکتینگ یعنی طرف از دوستاش و خانواده‌اش و سوشال مدیا شما رو قایم میکنه، به کسی نمیگه تو رابطه‌ام. شما هم تو کامنت ها برام بنویسید کدومش رو تجربه کردید.